بسم الله الرحمن الرحیم. فیصل مهدی زاده هستم. امروز میخوایم یک پرزنتیشن در برنامه پاورپوینت داشته باشیم. به این قسم در نخست برنامه پاورپوینت را باز میکنیم. بلانک پرزنتیشن انتخاب میکنیم. بعدا به خاطر که نشتای روی صفحه پاک شوه میریم در لیاوت و بلانک انتخاب میکنیم. میریم بالای انزرت پکچر. بعدا عکس مورد نیاز خود در روی صفحه میریم. انزرت میگیم. بعد این یکم پایین میریم و میریم ریموو بک‌گراند. در این قسمت ما میتونیم که بک‌گراند این تصویر پاک بسازیم. به این قسم و خب درست شد. و بخاطر که همین تغییرات که آوردیم سیو شوه کیپ چنجز انتخاب میکنیم. بعدا این را به اندازه صفحه تنظیم میکنیم. به این قسم به این قسم و این را مکم بالا میکنیم. خب حالا میریم در انزرت. خب اول میخوایم که رنگ آسمان هم داشته باشیم. میریم در دیزاین، بعدا فرمت بک‌گراند و گردن فیل انتخاب میکنیم و رنگ آسمان ما 20 به این شکل صحیح است و اینجا میتونیم که مقدار رنگش تعیین کنیم که زیاد باشه یا کم. خب درست شد. و حالا میریم در انزرت پکچر، بعدا یک عکس اسپار انتخاب میکنیم و این کم خرد میسازیم. خب اول صفحه را کم دور میسازیم که درست معلوم شود. بعدا شفت میگیریم و این کم خرد میسازیم به این اندازه. میتونیم که با گرفتن کنترل دی از این دوپلیکیت بگیریم و اینجا به این قسم و میریم در انیمیشن، اد انیمیشن، مور موشن پدز و بعدا جهتش به طرف لفت میگیریم، یعنی از طرف راست به چپ حرکت. اوکی و ایرام کش میکنیم به این سمت. خب درست شد. و اینجا میریم اسموت استارت شه 0 سکند و اسموت اندش هم 0 سکند میسازیم و اوکی میگیم. خب درست شد. و همین سرعتش هم و یا دیوریشنش هم میتونیم از اینجا تعیین کنیم. کم پایین بیاریم و ایرام میریم بالا انیمیشن، اد انیمیشن، مور موشن پدز، جهت از اینم به طرف چپ میگیریم. اوکی و ایرام بایست دیوریشن وان کلک شود پریویوس میسازیم. دیوریشن شم مدت 14 سکند. خب درست شد. و تصویر به قبلی شم وید پریویوس و 12 سکند. میریم در قسمت پایان افکت آپشن کلک میکنیم. بعدا قاید درست است.
و میریم در انزرت پکچر و بعدا میخوایم که تصویر این عکس هم داشته باشه. ایرام کم خورد میسازیم، شفت میگیریم و کم به این اندازه و چپ کلک و ایده یکم در قسمت قرار میدیم. میریم بالا انیمیشن، اد انیمیشن، مور موشن پدز. خب دوستا اینجا ما میبینیم که انیمیشن های زیاد است. خب ما همون انیمیشن را کار داریم که مطابق با همون تصویر ما سازگاری داشته باشه. مثلا ما میخوایم که به طرف اسباب به طرف چپ حرکت کنه، خیلی لفت انتخاب میکنیم. خب لفت انتخاب میکنیم، اوکی میگیم. with previous یعنی با می تصویرهای قبلی ما یک جای حرکت کنه و دیوریشنش هم یا 11 سکند میگیریم، یعنی که از دیگه اسبا کده یک کم سریعتر بره و start end و smooth end شم 0 سکند اوکی میگیم و ایرم خب درست شد و بازم میریم انزرت پکچر و میخوایم که تصویر یک باشر هم داشته باشم. دوستا وقتی شما میخواین یک قسم پریزنتیشن ها رو جور کنین، کوشش کنین که تصویرهای متحرک یا GIF کست واره بگیرین، بخاطر که تصویرهایی که ساکن باشه نمیتونیم درست ازش پریزنتیشن جور کنیم. مثلا این عکس کست ساکن است، به شکل GIF یا متحرک نیست. ما ایره ریموو بک‌گراند میگیم و سایز کم بزرگ کنیم و کیپ چنجز. بعدا اندازه سایز شم فرق میسازیم به این اندازه و ایره در بالا قرار میدیم به شکل پایان. خب انیمیشن، اد انیمیشن و در این تصویر ما میریم مور موشن پدز و این انیمیشن انتخاب میکنیم. اوکی و ایرم پایان کش به این قسم وان کلک with previews و دیوریشن شم 8 سکند. در این قسمت اسموت اند و اسموت استارت 0 سکند میسازیم. خب درست شد. حال میریم بالا انزرت پکچر و میخوایم ما این پرنده متحرک هم داشته باشیم. بالاش کلک میکنم انزرت، بعدا این را کم سایز شه خورد میسازیم به این اندازه. شفت میگیریم کم خورد میسازیم به این اندازه و این را میریم انیمیشن، اد انیمیشن، مور موشن پدز و جهت شه. این دفعه ما به خاطر تصویر ما به طرف چپ است و میخوایم به طرف راست حرکت کنه، جهت شه رایت انتخاب میکنیم. خب درست شد. اوکی وان کلک شود پریویوس میسازیم، دیوریشن شم 14 سکند. خب حال میریم در قسمت اسموت استارتش 0 سکند و اسموت اندش هم 0 سکند میسازیم. اوکی خب درست شد و ایرم به این طرف کش میگیم. حال پریویو میکنیم که چه قسم معلوم میشه همین پریزنتیشن ما.
خب اسب سفید کم سایزش خورد میسازیم به این اندازه و به خاطر که یک کم واقعی‌تر معلوم شوه باید ساوند هم داشته باشه. ما میریم یک ساوند هم درش اضافه میکنیم. در قسمت ما میخوایم این ساوند اضافه کنم، کلوزش میکنم. بعدا از شارتکت هم استفاده میتونیم و میتونیم که راست کلیک کنیم و کاپی. شارتکت کاپی هم کنترل سی است، ما میتونیم که کنترل سی هم کنیم و میایم در قسمت بالای پرزنتیشن خود پیست میکنیم و در اینجا میبینیم که دو گزینه پیدا شد که یکی پلین بک‌گراند است و دیگهش نو استایل. پلین بک‌گراندش انتخاب میکنیم که یعنی در پشت صدایش بیایه ولی معلوم نشه که ما ساوند اضافه کردیم. ولیامش هم از اینجا میتونیم تنظیم کنیم کمی های درست است یعنی بلند باشه و اینجا ما میتونیم هم ساوند که اضافه کردیم میتونیم از اینجا تنظیم کنیم که از کدام قسمت باشه، مثلا از این قسمت یا از این قسمت. خب ما مکمل کارش داریم و اوکی میگیم. درست شد؟ اوکی. و اینه میریم انیمیشن، پریویو، پرزنتیشن ما آماده شد. ما میتونیم که به خاطر که در سرا معمولا هفته هم می باشه ما میتونیم از شپ هم یک شکل از آفتاب جور کنیم. در این قسمت هم هست ولی ما میخوایم که این شپ داشته باشیم. در این قسمت میایم این انتخاب کنیم، شفت همراهش میگیریم که همه تا درست بیایه و از اینجا که یک نقطه زرد معلوم میشه این میتونیم که تنظیم کنیم. میریم در شپ اوتلاین، نو اوتلاین، شپ فیلش هم میخوایم که رنگ زرد داشته باشه به این شکل و این هم یک کم سایزش خارج میشه. درست شد؟ خب حالا میریم این رو سیو میکنیم. این پرزنتیشن ما رو میریم بالای فایل کلیک میکنیم، بعدا بالای سیو هست دسپیسین انتخاب میکنیم. ما میخوایم همین پرزنتیشن هم در این دسکتاپ سیو شود، دسکتاپ و بعدا سیو از تایپ یعنی با چه شکل ثبت شود. ما میخوایم با شکل ویدیو ثبت شود. MPG 4 ویدیو رو انتخاب میکنم و از این قسمت هم نامشه هر نامی که دوست داشتین میتونن انتخاب کنین. خب من با نام آرس ثبت میکنم یعنی اسب. خب آرس درست شد. حالا اگه ما سیو بگویم همین پرزنتیشن ما میبخشید. خب با نام پرزنتیشن یک سیو میکنیم و در این قسمت که کرسر ماوس است این باید تکمیل شود و وقت سیو ما تکمیل میشه. و تشکر از اینکه ویدیو را تا آخرش تماشا کردین و یک تشکری خاص از استاد اجمل همدرد به خاطر که با ما این پرزنتیشن اجازه داد که ثبت کنیم.